بیا از صدق دل بشنو تلاوت های قرآن را که روشن می کند تاریکی های ضعف ایمان را. اگر سیپاره قرآن میان سینه جا سازی، نگردد خاک هرگز سینه های حافظ های قرآن را. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده های عزیز. خدا کنه که خوب و جور و صحتمند باشین. امروز با یک گزارش ویژه در خدمت شما هستیم. کجا آمدیم؟ آمدیم در یکی از فراغت های چی؟ حالا سوال پیدا میشه. امروز در فراغت دوره تخصصی قرآن عظیم شان هستیم که دوره تجویدش بوده. جناب شیخ القرآن، نامش یادم رفت، امان الله احمدی، جناب شیخ القرآن امان الله احمدی که ما شما خیلی با چهرهش آشنا هستیم، امروز شاگردانشان دوره فراغت تجوید تخصصیشان هست. خواستیم امروز از اینجا براتون یک برنامه ثبت بکنیم، یک گزارش ثبت بکنیم که شما لذت ببرین. صحبت‌های خودم می داشته باشیم با قاری صاحب ها، ببینیم کی ها هستن و چی گفتنی ها دارن، ما را بیننده باشین. بیننده های عزیز، آمدیم کم کم بالا و خواستیم که با یکی از قاری صاحب‌ها صحبت‌ها را داشته باشیم، یک معلومات کلی درباره جشن فراغت داشته باشیم. سلام علیکم قاری صاحب. سلام علیکم، از شما چی دارین؟ بخیر هستین؟ خوش آمدید ان شاء الله. بخیر باشین. خیر نصیبتون. ماشاءالله می‌بینید که چقدر نورانی شده. دوره تجوید تخصصی ماشاءالله خودش حافظ. خوب است ان شاء الله. سلامت باشین. شما خوب هستین ان شاء الله. خیر نصیبتون، زنده باشین. امروز دیگه جشن فراغت، خودت هم که حضور داری شامل هستی دیگه. بله. چه درباره از این فراغت برام کمک معلومات بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و همه همکاران عزیز، ان شاء الله که معید و سلامت باشین. الحمدلله بنده یکی از فارغان دوره تجوید تخصصی تحت نظر شیخ القراء استاد امان الله احمدی که البته حلقات درسی جناب استاد در سر تا سر ولایت افغانستان الحمدلله جریان داره و یک حلقه ایشان که تقریبا مدت 2 سال شد که به اتمام رسید الحمدلله، از 4 کتاب تشکیل شد. کتاب اول کتاب ارشاد الامان که در دوره ابتدایی می باشه، بعد از او کتاب تجوید طافت الاطفال که مربوط به امام جمزوری میشه، بعد از او دوره جزریه و بعد از او 30 هفته دوره تجوید تخصصی است که الحمدلله خداوند توفیق نصیب کرد که توانستیم 30 هفته را کامل نزد جناب استاد و هر روز از این هفته‌ای که درس داشتیم یک جزء را خود شیخ القراء امان الله احمدی از ما گوش می‌گرفتن. ماشاءالله. ما اول خوی موفقیت بزرگ و این دستاورد بزرگ برای خودت بسیار تبریک میگم. خدا کنه که در زندگی بیشتر و بیشتر پیشرفت‌های زیادتر تا ببینیم. از این بگو که چقدر زحمت کشیدی تا این دستاورد به دست آوردی؟ والا نکته اول این است که الحمدلله همه توفیقات از جانب الله متعال است. در عرصه قرآنی بیشک که اگر توفیق الهی نباشه انسان یک کلمه از قرآن را نه خوانده میتونه و یا نه حفظ کرده میتونه و یا نه علوم قرآن را خوانده میتونه. پس بیشک همین که یک توفیق الهی بود و ثانیاً زحمات خودم هم پای جناب استاد خداوند ان شاء الله عمرشان طولانی و مستدام داشته باشه، خیلی زحمات کشیدن. دمی حلقه دوره 2 ساله الحمدلله بنده این دوره چقدر تعداد بودین، کیها حضور داشت و از طبقه اوناس هم فکر کنم هست؟ بله الحمدلله این دوره تجوید تخصصی البته یک دوره است که در این دوره نسبتا خود جناب استاد هم عرض کردن که از کمیت کرده کیفیت خیلی رول مهم داره در این دوره. چرا در دوره‌های قبلی به الحمدلله تعداد شاگردان زیاد بود و نسبتا آسان‌تر از دوره تجوید تخصصی بود. چرا در دوره تجوید تخصصی هر کسی که شامل از دوره میشه لازمیت اولی است که باید حافظ باشه و نکته دوم این است که شرط هست که باید اول حافظ باشه به خاطر چی که هر هفته یک جزء را جناب استاد گوش میگیرن، از او پرسان میکنه و او عملا میخوانه. جناب استاد از نظر عملی دیگه کس ما الحمدلله در اول تعداد خیلی زیاد بود ولی به نسبت از اینکه که توانایی بعض دوستان نکشید، استاد همیشان عرض کردن که شما توانایی در دوره را ندارید و شما نسبتا کوشش کنید که خود را به دوره تجوید تخصصی برابر برسونید. دیگه باز الحمدلله حال تعداد از طبقه ذکور 12 نفر از ما همه حفاظا
و از بخش اوناس هم الحمدلله بیشتر از 10 نفر است. ماشاءالله. سلام. از بخش اوناس تمام اونام حافظ هستند. بله به حمدالله تعالی از بخش اوناس هم همه خواهرها حفاظ هستند. سلام. واقعا بیننده های عزیز که آدم لذت میبره با اینا سخن میگه. وقتی حرف میزنیم آدم لذت میگه، وقتی صحبت میکنیم حرف میزنیم آدم لذت میبره. و چه خوب است که تمام ما کوشش بکنیم و قرآن عظیمشان سعی بکنیم بخوانیم و حفظ بکنیم و تا این افتخار بزرگ بر ما شما هم نصیب شوه. خیر نصیبتان، زنده و سلامت باشین. یک تشکر. بخیر باشین. خیر نصیبتان. وطندارای نازنینم، صحبت‌های خودم می داشته باشیم، بریم ببینیم که قاری صاحبای دیگه چی گفتنی ها دارن و یگان ذره معلومات هم از اونها میگیریم. بریم ببینیم که چی گفتنی ها دارن. بیننده های نازنین، جناب قاری صاحب با خودمون داریم، یگان ذره سوال از اینا هم بکنیم ببینیم که اینا چی گفتنی ها دارن و چطوری دوره را آغاز کردن. سلام علیکم قاری صاحب. سلام و رحمت الله. چی حال دارین؟ بخیر باشید. سلامت باشید. جناب قاری صاحب اول خودتان برای بیننده های ما یک معرفی بکنید. حسیب الله میرزاده حنفی از ولایت کابل، یکی از فارغین این دوره تجوید تخصصی. بسیار خوب، بسیار خوب. جناب قاری صاحب من شما یک سوال دارم. کسانی که دوره تجوید را میخوانند در قرآن عظیمشان اولا خو حافظ هستند، یعنی زمانی که حفظ میکنن اینا شرط هست که باید دوره تجوید را بخوانند؟ بله، سوالتان بسیار خوب و یک نکته بسیار اساسی هست که متاسفانه اکثرا در این رابطه توجه ندارند و فکر میکنن یک چیز مندوب است، مستحب است که اگر خواندیم بسیار خوب است، اگر نخواندیم هیچ مهم نیست. من امیال در بالا هم سخنرانی داشتم، اونجا هم یادآوری کردم که خداوند متعال میگه الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، کسانی را که ما برایشان کتاب دادیم باید چنانی که حق از این قرآن و کتاب است باید این را بخوانن و تلاوت کنن. پس معلوم میشه که یک امر ضروری هست بلکه واجب است. شما بدون از اینکه مثلا این دوره را تکمیل ساختین و ماشاءالله حافظ هم هستین، دیگه چی مصروفیت ها و چی وظیفه ها دارین؟ الحمدلله که وقت همگی در علم تیر میشه، وقت در علم تیر میشه، دیگه محصل هستیم در پانتون و درسای مدرسه و تجوید و سراسر در همی درس و تدریس هستیم. الحمدلله. خیلی نصیبتان. خیلی خوشحال شدیم که تون هم صحبت شدیم. اگر پیام، اگر گفتنی های برای جوانای همسن خودتان دارین، کمری ما در خدمتتون هستیم. یک پیام همه شمول دارم برای هر کسی که من حیث مسلمان کتاب الهی را، پیام الهی را، قرآن را تلاوت میکنه. پیام همه شمول است، نه بر یک سن خاص، نه بر یک طبقه خاص، نه بر یک گروه خاص. پیام همه شمول ای است که همگی باید یکسره چنانی که حق تلاوت قرآن است قرآن را تلاوت کنند و حق قرآن را ادا کنند. زنده و سلامت باشید. یک جهان تشکر. وطندارای نازنینم، کم کم صحبت ها را می داشته باشیم، از طبقه اوناس یک ذره بپرسیم ببینیم که اونا چطوری قدر زحمت کشیدن و در شرایط سخت چطور تونستن که ماشاءالله حفظ بکنن و دوره حفظ خود تکمیلی بکنن و بعد دوره تخصصی تجوید را. سوالای خود می داشته باشیم، ما را همراهی بکنیم. نازنینم، خواهر ما را با خودمون داریم. من قبلا هم گفتم میخوایم یک دو سوالم از خواهرای ما بکنیم که این دوره را چطور ختم کردن و چی گفتنی ها دارن. سلام علیکم خواهر. علیکم سلام. خوب هستین ان شاء الله؟ الحمدلله. چی حال داره؟ بخیر باشین برای. یک معرفی میشه کوتاه برای بیننده ها خودتون؟ فاطمه نسیمی آخوندزاده هستم، یک تن از فارغین دوره تجوید تخصصی. ماشاءالله. خواهر گرامی، بر من میره بگوین که شما در این دوره که اینقدر مشکلات هست به طبقه اوناس و اینقدر سختی ها هست، چطور دوره حفظتان تمام کردین و این دوره را تمام کردین و این افتخار بزرگ به دست آوردین؟ برادر عزیز، ما اول خصوصی تلاش از خود ما بود و بعدش مرکز آموزشی خورشید سمای زمینه را بر ما فراهم ساختن و همچنان جناب استاد بزرگوار شیخ القرآن استاد امان الله احمدی رسی بودن که امروز ما بسیار کمک و همکاری کردن و ما فعلا امروز از برکت اونا اینجا قرار داریم. چی حس دارین که دوره تان هم بخیر تمام شد؟ بسیار یک حس خوش است، نمیتونیم بیان بکنیم.
دیگه واقعا خوش هستیم و از مرکز آموزشی خورشید سما واقعا بسیار زیاد تشکری میکنیم. از شیخ القرآن استاد امان الله احمدی، از استاد انس و تمام همکارشان بسیار تشکری میکنیم که این زمینه رو بر ما فراهم ساختن. بسیار خوب، بسیار خوب. حستونه که گفتین برای وطن داریم، ما سوال کردم، سوال در چرت از او رفته بودم. از این بگوین که دوره تان آسان بود، مشکل بود و برای جوانا و بانوهای دیگه چی گفتنی ها دارین؟ هر چیز خو یک سختی داره. دوره ما هم آسان نبود، سختی خودت داشت. گرچه ما از رای بسیار دور هم می آمدیم، تمام همسنفی هم از رای دور می آمدن، ولی ما سختی ها را پشت سر گذاشتیم. گفتن که پشت هر سختی یک آسانی هست و امروز این آسانی را ما به دست آوردیم. و پیام ما بر خواهرای ما است که ناامید نشن، همیشه درس بخوانن. سخت هست درس خواندن ولی آسانی خود هم داره. درس به ما یک ذخیره هست که در آینده به ما بسیار کمک میکنه و ما را به قله های بلند میرسونه. بسیار خوب، خیر نصیبتان، زنده و سلامت باشین. تشکر میکنیم. وطندارا، یک خواهر دیگه خود ما را با خود ما داریم. کتون نام یک ذره صحبتای می داشته باشیم. من زیاد صحبت نمیکنم، خدا نخواسته ملال خاطر شما نشه. کت خواهرم صحبتای خود می داشته باشیم، ببینیم چی گفتنی ها دارن. سلام علیکم خواهر. و علیکم السلام. ان شاء الله. الحمدلله. چی حال دارین؟ تشکر. خودتان برای وطندارای ما اول یک معرفی بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. صالحه هاشمی هستم، از جمله فارغان دوره تجوید تخصصی از مرکز آموزشی خورشید سما. بسیار خوب. خواهر عزیز، شما شرط اولی که این دوره تجوید تخصصی رو تموم بکنین، این شرط هست که باید حافظ هم باشین؟ شرط خواست یعنی اولا خوب است که مثلا فقه و مسائل دیگه خوانده شود. حفظ گرچه که خوب است ولی که دیگه علوم قرآنی مثلا فقه این چیزا بهتر است از حفظ کردن. شما چی انگیزه براتون پیدا شده بود که خواستین این دوره رو شروع بکنین و از چند سالگی شروع کردین؟ و تقریبا از سن 13 سالگی شروع کردیم که بسیار از سن 13 سالگی باز ما شروع می‌کنیم. از سن 13 سالگی شروع کردیم که تقریبا مدت 4 سال ما دوره را تمام کردیم که از دوره ابتدایی و متوسطه که ما حساب بکنیم تقریبا 4 سال میشه. چی حس دارین که به خیری دوره هم تمام شد؟ احساس بسیار خوشی، یعنی حتی طرف چشم نمیشد به خاطر که زیاد خوشحال بودم. از این میخواین بیشتر برین و اراده دارین که تصمیم دارین که میخواین بیشتر و بیشتر بخونین؟ بله، بعد از این میخوایم که قواعد زبان عربی را بخوانیم و همچنان علم قرائت شروع بکنیم. بخیر. برای جوانا و بانوان و همسنای خودت چی پیام داری؟ پیام مایی است که همیشه تلاش بکنن، سعی تلاش بکنن و همچنان علوم قرآنی را زیادتر در زندگی خود. بخیر باشین. یک جان تشکر. وطندارای نازنینم، صحبت‌های ما را با خواهر عزیز ما داشتیم و صحبت‌هایش شنیدیم که ماشاءالله 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 دی سختی‌های جامعه ما توانستن اینقدر پیش برن و این دوره ها را تمام بکنن. خداوند توفیق بده به تمام ما و شما عزیزا که بتونیم مثل همین خواهرای ما، تمام خواهرای ما درس بخونن و جوانای ما تمامشان حفظ بکنن و همین دوره ها رو تمام بکنن. میریم صحبت های دیگه خودم می داشته باشیم، از برنامه هم تصویر می داشته باشیم، بریم ببینیم که در برنامه چی گپ هست. زیرا ما میدانیم که انسان علمی را که حاصل میکنه به این خاطر خدای ناخواسته حاصل نمیکنه که او را بگیره و به خاطر غرور و تکبر علم را کسب کنه، یا به خاطر نام و منصب و جا و مقام علم را کسب کنه، یا هم برای داشته های دیگر علم را کسب کنه، بلکه انسان که کسب علم میکنه به این خاطر که در بعد عملی باز کامیاب بوده باشه، به این خاطر که سعادت دارین باز نصیب از این شود. بنابراین سومین حقی را که کتاب بالای مسلمانان داره حق اتباع کردن، پیروی کردن، عمل کردن به داشته های دین هست. زیرا در دین، در قرآن و سنت و شریعت ما، او کسی را که علم را می آموزه با مشکلات و سختی ها کسب علم می کنه، اما باز در ناحیه علمی در میدان عمل باز زیر صفر می باشه، او را اسلام و شریعت عالم بی عمل خطاب کرده. الله متعال ما را از این نام نجات بده. او را عالم بی عمل خطاب کرده و ما میبینیم که چگونه توبیخ شده عالم بی عمل. مگر ما در قرآن نخواندیم که الله متعال فرمود یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ مگر در مذمت علمای یهود نگفت که اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم؟
مگر در صحیح بخاری حدیث نخواندیم که رسولم فرمود در روز قیامت شخصی را آورده میشه، به جهنم انداخته میشه، روده ها از شکم بیرون میشه و این شخص بسان حیوانی و مرکبی برگرد روده های خود چرخ میخوره. دیگر جهنمیان بالای از این گرد میاین و میگن که تو مگر امون نفر نبودی که در زندگانی دنیا ما را امر بالمعروف و نهی از منکر میکردی؟ شخص میگه بله من امون نفر بودم، اما شما را امر بالمعروف میکردم، خودم از معروف و کیلومترها فاصله داشتم. شما را نهی از منکر میکردم، اما خودم به منکر آغشته بودم. الله متعال ما را از اون روز نجات بده. الله متعال علما را از اون روز نجات بده که در اون روز سخت، در اون روزی که باز هیچ کس دلیلی و راه برگشت دیگه در دنیا نداره، در اون روز باز بسان مرکب برگرد روده ها چرخ بخوره. واقعا که سخت از برادران عزیز. پس قرای گرامی، دعوتگران دلسوز امت، بیاییم اندک فکر کنیم به این که خداوند متعال با نعمت علم، با زینت علم ما را مزین ساخته. ما در راستای عمل به این علم خود تلاش کنیم و ما از الله متعال توفیق عمل کردن به داشته های خود را بخواهیم و استدعا نماییم تا باشد از زجر و عذاب فردای قیامت الله متعال ما را نجات بده. در اخیر یک بار دیگر قاری صاحبا، خواهرها و برادرایی که از این دوره تجوید تخصصی فارغ شدن، برای خودشان، برای استاد گرامی استاد امان الله احمدی و برای والدین و همه حضار گرامی این فراغت را تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. الله متعال از ما بپذیره، الله متعال زحماتی را که کشیدیم بر ما اخلاص را نصیب گردانده باشه و ما را از کبر و ریا و غرور و اینها دور بسازه. و تشکری کردن در حقیقت از استاد و از کسایی که در این راستا زحمت کشیدن در توان بشری نیست. همه قدر برشان میگیم، اول خود استاد شیخ القراء استاد امان الله احمدی رسولی صاحب و هر کسی که در راستای تعلیم نسل جوان زحمت میکشن، برشان میگیم که اجرتان با الله باد، ما چیزی نداریم. جزاكم الله خيرا احسن الجزاء والسلام عليكم ورحمه الله. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري. سپاس و امتنان از برادر گرانقدر، سخنور توانمند که به نمایندگی از شاگردان دوره تخصصی ایراد سخن فرمودند. الله رب العالمین طول عمر، صحت و عافیت و توفیقات مزید در پیشبرد آموزش علوم قرآنی و علوم اسلامی برایشان نصیب بگرداند. دوستان گرانقدر، حال دعوت می‌دهیم قاری جوان، قاری خوش‌صدا و کسی که در صفحات مجازی به عنوان یک قاری فعالیتش به همه آشکار است و از موضوعات روز در صفحاتشان ما دنبال کننده هستیم. در مواردی مهم روز ایشان هستند قاری جوان مدثری فضلی. احترامانه دعوت میکنیم در جایگاه تشریف بیارن و با تلاوت زیبایشان مجلسی امروزی ما را مزین بسازند. جناب فضلی صاحب. ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم. محضر همه شما اساتید عزیز، قرآنیان گرامی و همه شما حضار گرامی، امیدوار هستم که صحتمند و سرحال باشید، لباس عافیت بر تن داشته باشید. من هم به نوبه خودم فراغت تعداد از شاگردان و
قاریان گرامی را که از تجوید تخصصی از نزد جناب استاد شیخ القرآ افغانستان قاری بین المللی استاد احمدی بزرگوار فارغ شدن، خداوند انشاءالله به توفیقاتشان بیفزاید. بر محمد اهل بیت محمد اجماعاً صلوات. صلی الله فرجا. خب چون وقت کم است یک چند اطلاعات میکنیم که برای اساتید دیگه هم فرصت برسه انشاءالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم إن شاء الله. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إن شاء الله. سنة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا. الله الله إن شاء الله. سنة جميل. أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى إن شاء الله. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
شاء الله. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. جميل إن شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. بسم الله الرحمن إنا أعطيناك الكوثر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. الله عليك. إن شاء الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. تكبير تكبير. حضرت استاد غلام یحیی اکبری، استاد دارالعلوم مارشال محمد قسیم فهیم، دعوت میکنیم به استیج تشریف آورده و با سخنان پربار خیش محفل امروز ما را مزین سازند. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. سلام و عرض ادب
خدمت همه فرهیختگان گرامی، استادان محترم، جوانان و نوجوانان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با کسب اجازه از محضر همه اساتذه کرام که فرصت تک تک نامشان گرفتن وقتش کمتر است، دو سه تا مشت نمونه خروار است. همه استادان نام بگیریم: استاد دکتر صاحب واقف حکیمی، دعوتگر خوشبیان جناب شیرزادی صاحب گرامی، حضور ندارن استاد بزرگوار ما شیخ القرآ استاد امان الله احمدی، امیدوار هستیم که انشاءالله تشریف بیارن. در نخست تبریک و تهنیت عرض میکنم فراغت جمعی از جوانان، اعم از خواهران و برادران عزیز را از دوره تخصصی تجوید قرآن کریم و ثانیاً سپاسگزاری میکنم از دستاندرکاران این برنامه معنوی. تشکری و قدردانی بکنیم از شخصیت فرهیخته، کسی که در خدمت فرزندان من و شما در جای جای این سرزمین قرار داشتند و قرار دارند و بیوقفه و ایثارگرانه برای تعلیم و تربیت قرآنی تلاش میکنند. جناب شیخ القرآ استاد احمدی حفظه الله و از برادر ارجمند و مدیر توانا و شخصیت دلسوز جناب استاد رسولی گرانقدر، الله حفظشان کند. و تبریک عرض میکنیم برای عزیزایی که امروز فارغ میشن، الله به عمرشان خیر و برکت مزید عنایت بکنه. عزیزان، خداوند در قرآن عظیم الشأن 3 چیز را گفته که تجارت با خداونده و هر کسی با این معامله و این تجارت با خداوند متعال در تعامل قرار بگیره، یقیناً که این انسان هیچ زمان زیان و ضرر نخواهد کرد. خیلی وقتها شده ما با کسی معامله میکنیم، طرف معامله خیانت میکنن. شما حادثه کابل بانک رو بیاد داریم که میلیون‌ها دلار پیسه و پول مردم قاپیده شد و برده شد. اما طرف این تجارت کسی است که او وفای به عهد میکنه و خیانت نمیکنه و بلکه سود و مفاد چندین برابر برای ما خواهد داد و او الله رب العزت و الجلاله. و آن 3 چیزی که تجارت با خدا گفته شده، تجارت لن تبور گفته شده، یکی از اونا تلاوت کلام الله مجیده. کسی که تلاوت کلام الله میکنه در حقیقت او انسان با خداوند معامله میکنه و پاداش خود از جانب الله اخذ خواهد کرد. همانطور که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم میفرمایند زمانی که صبح میشه انسان در 2 بازار خود در معرض فروش قرار میده. یکی بازاری که خریدار از او شیطانه، یکی بازاری که خریدار از او رحمانه. انسان تلاش بکنه که وارد معامله بشه با چه کسی؟ با ذات عالی الله رب العزت و الجلال. ما در ماه مبارک شعبان قرار داریم، ماه پر خیر و پر برکت، ماهی که مقدمه ماه نزول قرآن عظیم الشأنه. خوبه که ایرم یاد آوری بکنیم تا در حقیقت آمادگی بگیریم برای استقبال از ماه مبارک رمضان، ماهی که بهار قرآن عظیم الشأن و بهار دل مؤمن می باشه. عزیزان دل، 3 کلمه در قرآن عظیم الشأن 68 مرتبه تکرار شده. 1 کلمه نماز، صلات و مصلا 68 مرتبه در قرآن یاد شده. 2 کلمه قرآن و قرآنن یا قرآنا 68 مرتبه در قرآن تذکر داده شده و یاد شده. و 3 کلمه نجات با مشتقاتش
68 مرتبه در قرآن تذکر یافته. معنایش چیست؟ معنایش اینه که ای بشر، اگر دنبال نجاتی، اگر دنبال سعادت و خوشبختی، اگر دنبال کامیابی، والله قسم که کامیابی غیر از قرآن در جای دیگری حاصل نمیشه. 68 مرتبه نماز، 68 مرتبه قرآن و 68 مرتبه کلمه نجات. یعنی کامیابی و نجات در گرو چیست؟ در گرو تعامل خوب با کتاب خداونده. امروز سخنان خیلی خوبی مطرح شد، هم جناب استاد اکبری عزیز، هم جناب استاد واقف، و چه تلاوت‌های دلنشین استماع کردیم و شنیدیم. یکی عزیزا شنیدن، یکی گوش دادنه. شنیدن امر غیر ارادی است، گوش دادن امر ارادی است. خداوند از ما خواسته که به کلامش گوش بدیم. گوش بدیم یعنی این که تمام قوت‌های درونی خودر، ذهن و مغز و قلب، همه را متوجه کلام پاک الله بکنیم. آن وقتی که انسان گوش بده دیگه سکوت میکنه. آن وقتی که انسان گوش بده در حقیقت بستر تفکر به آیات کلام الله مجید در زندگی خود فراهم خواهد کرد. الذین یتلون کتاب الله، کسانی که کتاب الله را تلاوت میکنن اینها با رب و مولای خود الله تجارت میکنن. اما اینجا یک ظرافت دیگری هم وجود داره عزیزا. تلاوت فقط قرائت الفاظ قرآن نیست، بلکه دنبال کردن معانی قرآن هم میباشه. این از کجا میگم؟ الله متعال در سوره‌ای که پیشتر جناب استاد تلاوت کردند خیلی زیبا وقتی میگه و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها. تلاها به معنایی که دنبال میکنه، قمر خورشید تابه تابه. تلاوت میکنیم، تلاوت دنبال میکنیم تا معنای قرآن در ضمیر ما و در ذهن ما و در فکر ما و در سرزمین دل و قلب ما بشینه، مطبوع بشه و بعد گلهای رنگارنگ قرآنی در سرزمین دل ما برویه به برکت تلاوت و تفکر و عمل به قرآن عظیم و شن. عزیزان دل، اولین آیت خداوند گفته اقرأ، بخوان. چرا گفته بخوان؟ گفته اگر نخوانی پروژه عمرتو اعمار نمیشه. عمرو قبلا هم گفتم، عمرو اعمار و عمران یک ریشه دارن. هر عمری که اعمار نشه در او عمران و بازسازی نیست، نه بازسازی مادی و نه بازسازی معنوی. قرآن آمده تا عمر ما رو اعمار بکنه. چه زمانی عمر اعمار میشه؟ زمانی که فکر اعمار بشه. به همون خاطر شما در آیات متعدد میبینیم قرآن میگه افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. آیا به این قرآن تفکر میکنند یا نمیکنند؟ والله قسم چنانی کتاب کمالات داره که اگر کل کتاب‌های دنیا رو شما جمع بکنین قطری از بحر معنی قرآن شاید نتوانستند بکشند. به همین خاطره که شما ببینید هر مفسر، هر دانشمند، هر عالم، هر پروفسور وقتی آمده در مورد قرآن چیزی بنویسه، قرآن معنای جدید به او ارائه کرده. چرا؟ چون این از صفات پروردگار نشأت گرفته، کلام الهی است. همانطور که میان ما و رب ما فاصله وجود داره، میان خالق و مخلوق فاصله وجود داره، میان کلام خالق و کلام مخلوق فاصله وجود داره. بشری ظرفیت و این توانایی رو نداره که کل معانی قرآن عظیم الشأن فقط یک نفر احاطه بکنه. من در این روزها به توفیق پروردگار یادداشت‌های خود در پیرامون تفسیر سوره یوسف نوشته میکنم و تقریبا تا به حال به 400 صفحه رسیده و امیدوارم که انشاءالله ختم بشه و شاید بیشتر از 250 منبع تفسیر و کتاب‌های مستقل در این راستا رو مطالعه کرده باشم. والله قسم به حد کمالاته، به حد کمالاته. از منظر ادبیات سوره یوسف در تقسیم بندی داستان‌ها از جمله شارت استوری حساب میشه، داستان‌های کوتاه.
یعنی انسان وقتی این داستان کوتاهی که 10 صفحه بیشتر نیست، وقتی این رو مطالعه میکنه، به یقین قلب و روح و ایمان انسان گواهی میده که امکان نداره این کلام بشر باشه که در 10 صفحه به حدی معانی رو جمع کرده، به حدی جواهرات پرقیمت رو جمع کرده که شما کل داستانهای زیبای دنیا و کتابهای دنیا و کتابهای اخلاقی رو جمع کنیم نمیتونه به اندازه 10% زیبایی‌های سوره یوسف رو پیام بده برای خواننده. ولی افسوس، هزار افسوس که این کتاب کمتر مطالعه میشه، کمتر خوانده میشه. ما در گذشته، یعنی شاید در شهر ما و در کشور ما بسیار کم بودند افراد انگشت شمار که قرآن زیبا تلاوت میکردند و حق قرآن در تلاوت ادا میکردند. اما الحمدلله امروز یک نهضتی آغاز شده که خواهرای ما، برادران ما با شوق، با رغبت، حتی مادران، باور بکنید من بعض روزها همراه همکارا در 5 محفل، در 4 محفل و 6 محفل اشتراک میکنیم. محفل خواهرها بیشتر از برادراست و این جای خوشی است که الحمدلله اساتید کار کردن برای که هنر زیبا خواندن قرآن که یکی از حقوق کلام الله مجید در کشور ما و در جغرافیای ما زنده بشه. اما عزیزا فکر نکنیم که تمام رسالت ما به زیبا خواندن قرآن عظیم الشان تمام میشه. پیشتر عزیز ما که صحبت کردن خیلی زیبا از حلقات درسی استاد احمدی فرمودن که استاد به ما توصیه میکنن که به الفاظ قرآن اکتفا نکنیم، بریم دنبال معانی قرآن، بریم دنبال مقاصد قرآن عظیم الشان. چرا؟ همین یک آیت رو من اشاره میکنم و بعد صحبت رو ختم میکنم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، بخوان به نام خداوندی که جهان آفرینش خلق کرده. اقرأ ای پیامبر بخوان، همین کتاب رو بخوان، کتاب خواندنی یعنی قرآن، و خلق هم کتاب دیدنی قرآن، کتاب طبیعت رو بخوان. کتاب خواندنی رو بخوان تا عقیده رو اصلاح بکنی، یعنی قرآن رو بخوان تا عقیده اصلاح بکنی، قرآن رو بخوان تا اخلاق اصلاح بکنی، قرآن رو بخوان تا اعمال اصلاح بکنی. 3 راهی که انسان به حق و حقیقت میرسه: معرفت خدا، معرفت نفس و تصحیح اعمال. این کتاب رو بخوان تا معرفت خدا حاصل بشه، عقیده تو در برابر الله درست بشه، اخلاق تو درست بشه، اعمال تو درست بشه. بعد گفته که همین کتاب خواندنی به تو دستور میده که کتاب طبیعت یعنی جهان آفرینش هم بخوانی. چرا؟ چون جلوه های عظمت پروردگار در کتاب طبیعت نهفته. انما یخشی الله من عباده العلماء. خدا میگه تنها کسانی که به معنای واقعی خشیت الله رو در زندگی دارن اونها علمایند. علما کیا هستند؟ قرآن خودش تعبیر میکنه تنها فقیه و مفتی و مفسر نخیر. هر علمی که انسان با عظمت خدا و بزرگی الله آشنا میکنه او علم مطلوب قرآن عظیم الشانه. و در همین آیت انما یخشی الله من عباده العلماء، قبل از این آیت خداوند از زمین صحبت کرده، از کوها صحبت کرده، از نباتات صحبت کرده، از انسان شناسی صحبت کرده. پس این کتاب به ما راز موفقیت رو به دست ما داد. هم کتاب خواندنی، هم کتاب دیدنی، هم کتاب شریعت، هم کتاب طبیعت. ولی ما کمتر دقت کردیم. الله به ما توفیق بده که انشاءالله تلاش بکنیم تا این کتاب بزرگ و این مخزن علوم که از جانب خداوند نقشه راه ما و نقشه سعادت و خوشبختی و کامیابی ما فرستاده شده، از او کمال بهره را ببریم. به خاطر اینکه انسان، همه ما مشتاق بهشت خداوندیم و بهشت حاصل میشه، آسانترین راه رسیدن به بهشت پیامبر میفرمایند که او اینه که شما دنبال علم بریم و مسیر علم را فرا بگیریم. و برای هر مسلمان فرضه که در قدم اول دقت بکنه به کلام خداوند. یعنی
تلاوت ما زیبا بشه، نماز ما درست بشه. تلاوت ما زیبا بشه که ادب در پیشگاه خدا رعایت بکنیم. یعنی شما تصور بکنیم اگر اینجا یک جمعی باشن که به انگلیسی صحبت بکنن، ما در انگلیسی دو تا پرونانسیشن داریم، یک امریکن پرونانسیشن میگن به یک بریتیش پرونانسیشن میگن، یعنی یک لهجه آمریکایی و یک لهجه بریتانیایی. اگر اینجا مردم نشسته باشن دور از این جمع، خب شامل همین جمع مسلمانان آمریکایی باشن و ما با پرونانسیشن بریتیش بیایم صحبت بکنیم، از ما اعتراض میگیرن و در حقیقت حقمون صحبت ادا نمیشه. تلاش میکنیم کلمات و ادبیات خود در برابر بکنیم. چگونه در حضور الله، در حضور مولا، در حضور خالق انسان کتاب از او را رعایت بکنه ما غلط، در نماز بخونه غلط، الحمدلله رب العالمین تلاوته، قل هو الله احد، درسته؟ نیست، ادب رعایت نمیشه. و بعد معنی از او هم فهمیده بشه. چرا؟ چون این نامه خداونده، این نسخه الهی برای نجات از تمام دردهاست. نسخه از دکتر میگیریم تا دوا را استفاده بکنیم. نسخه از دکتر گرفته نمیشه که به چشم بکشیم آی دکتر جان قربان نسخه شوم. نه، به خاطر اینه که دوا را از یک کمپانی با کیفیت بگیریم و همون دوا را استفاده بکنیم تا مریضی از ما دور بشه. قرآن دوای بیماری های اخلاقی جامعه. باور بکنید که جامعه ما به لحاظ اخلاقی بیماره. اگر نیست شما ببینید که یک نفر یک پست در فضای مجازی میگذاره، پایین پست شما بخوانید همون مسلمانی که نامش احمده، محمد، طاهای، ابوبکر، عمر، 100 تا دشنام و فحش به پایین پست نوشته کرده. اینا رو آمریکایی ها نوشته نمی کنن، اسرائیلی ها نوشته نمی کنن. همین فرزند مسلمانی که میگه ما به قرآن عمل میکنم، قرآن باور دارم، نوشته میکنه. کافی است که شما ببینین 2 تا مسلمان در داخل سرک جاده موتر با هم تکر بکنه، بعد میبینی که اخلاق مسلمان و تربیت قرآنی مسلمان چقدر گل میکنه. از پدر و مادر گرفته تا نسل و نبیله و اجداد از او هم فحش داده میشه. این تربیت قرآنی است. قرآن آمده هم علم هم تربیت. تنها علم نجات نمیده. استاد ابوالحسن ندوی یک کتاب داره به نام انسانیت کا تعمیر، بازسازی انسانیت. در اونجا یک مثال میدن، میگن شما اگر به انسان دزد و سارق که دسترسی محدود داشته باشه به امکانات، اگر به او بیایم صنعت فلزکاری رو یاد بدیم، قبلا قفلای خور در مشکستان حال قفلای کلانتر میشکنه. چرا؟ چون میگه با علم تربیت نیست. کسایی که این وطن و این خاک و این جغرافیا رو بارها و بارها فروختن، 50 سال معامله کردن، 40 میلیون انسان رو به بدبختی کشاندن، میلیون ها جوان رو از این خاک آواره ساختن، اینا خب بی سوادا بودن. اکثریت از اینا دکترا داشتن. دکترا رو از مهمترین دانشگاه ها و یونیورسیتی های دنیا داشتن، پی اچ دی و پروفسوری داشتن، ولی وطن رو معامله کردن. چرا معامله کردن؟ به خاطر ای که تربیت در کنار علم نبود. برادر ارجمند و مدیر توانا و شخصی که عرض میکنیم برای عزیزان، خداوند در قرآن عظیم الشأن 3 چیز را گفته که تجارت با خداونده و هر کسی با این معامله و این تجارت با خداوند متعال در تعامل قرار بگیره، یقینا که این انسان هیچ زمان زیان و ضرر نخواهد کرد. خیلی وقتها شده ما با کسی معامله میکنیم، طرف معامله خیانت میکنه. شما حادثه کابل بانک رو به یاد داریم که میلیون ها دلار پیسه و پولی مردم قاپیده شد و برده شد. اما طرف این تجارت کسی است که او وفای به عهد میکنه و خیانت نمیکنه و بلکه سود و مفاد چندین برابر.
إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني. يا رحمة الله كم لقيت من وجع، وقد صبرت لكي بالدين تحيني. كل اشتياق وروحي فيك ظامئة، يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني. كل المعاني وإن حبرتها عجزت، وفي القوامس شيء ليس يكفيني. أدعو الإله بأن ألقاك في فرح، وفي جوارك في الجنات يدنيني. وفي جوارك في الجنات يدنيني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني. وأنت حياة في شراييني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني. يا رحمة الله كم لقيت من وجع، وقد صبرت لكي بالدين تحيني. كل اشتياق وروحي فيك ظامئة، يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني. كل المعاني وإن حبرتها عجزت، وفي القوامس شيء ليس يكفيني. أدعو الإله بأن ألقاك في فرح، وفي جوارك في الجنات يدنيني. وفي جوارك في الجنات يدنيني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي
في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني وأنت حياة في شراييني إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني يا رحمة الله كم لقيت من وجع وقد صبرت لكي بالدين تحيني كل اشتياق وروحي فيك ظامئة يا سيرة بشذا الأفضال ترويني يا سيرة بشذا الأفضال ترويني إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني كل المعاني وإن حبرتها عجزت وفي القوامس شيء ليس يكفيني أدعو الإله بأن ألقاك في فرح وفي جوارك في الجنات يدنيني وفي جوارك في الجنات يدنيني إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني وأنت حياة في شراييني إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت حياة في شراييني إني ذكرتك فاخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت وطن دارای نازنینم. وطن دارای نازنینم، رسیدیم به قسمت پایانی برنامه. خدا کنه که برنامه مورد پسند شما قرار گرفته باشه. امروز خواستیم یک برنامه متفاوت ثبت بکنیم و یک گزارش متفاوت و خدا کنه که به دل شما بوده باشه و ملال خاطر نشده باشه. تا برنامه بعدی که من احمد نوید حیدری بازم در خدمت شما حاضر میشم. شما را به خداوند عزت میسپارم. الله نگهدار.